برگردیم به اولین قسمت پدوستر. امروز میخوایم در مورد نگهداری از گربه‌ها یه سری نکات بسیار جالب بگیم. خیلی‌هاش میدونیم سوالتون بوده مدت‌ها. با ما همراه باشین. اول از همه میریم سراغ دکتر چراغی. دکتر چراغی، ما خودمون میدونیم که ظرف‌ها چه نکته‌هایی داره، چه گربه‌هایی که به خاطر رعایت نکردن همین نکات دچار انسداد شدن، سنگ شدن، سند گرفتن، داستان، دارو، کلینیک، هی برگشته نکات ظرف خاک رو به ما بگین که صاحبین پت اینا رو رعایت کنن به این مشکلات وحشتناکش دچار. من که دیگه زبونم مو در آورده از شما چه ببین، ولی همین یه ظرف خاک کوچولو کلی نکته داره. اولین نکتهش دیگه همونجور که میدونید اینه که ظرف خاک طولش باید حداقل 1.5 برابر گربه ها باشه، چون اصلا اینجوری احساس راحتی نمیکنن برن تو دستشویشون. دومین نکته اینه که ارتفاعی که توش خاک میریزین باید حداقل 4 سانتی متر باشه. یعنی همین دو تا نکته کوچیک دیدین چقدر بهتون مراجعه میکنن، چه داخلی چه جراحی. بعد پس این دو تا نکته اصلی شد که طولش 1.5 برابر، ارتفاع خاک حداقل 4 سانتی متر. نکته دیگه تعداد ظرف خاک. تعداد ظرف خاک گربه باید هر چند تا گربه‌ای که داریم به علاوه 1 باشه. حالا من کاری ندارم که 5 تا گربه 4 تا گربه نگه داشتن خیلی کار مناسبی نیست مگر اینکه همه شرایطتون اوکی باشه، ولی شما 5 تا گربه دارین حداقل باید 6 تا ظرف خاک داشته باشین که حداقل روزانه 2 بار تمیزش کنید. یعنی تعداد گربه‌ها به علاوه 1. درسته. انقدر شنیدم که میگن که گربه راحت نگهداریش، مثلا هیچ کاری نداره. با این داستان تعداد گربه زیادی و بدون هیچ امکاناتی نگه میدارن. به نظر من همیشه میگم اون گربه الان 5 تا گربه توی خونه مثلا 40 متری داری نگه می‌داری، با این شرایط خدا شاهده برن بیرون زندگیشون کنن خیلی زندگی بهتری دارن. اگر تعداد گربه میاریم به همون تعداد گربه هم باید شرایط زندگی ایدئال رو اون 5 تا رو اصلا گرفت برای 4 تا گربه. اینا نباید کنار هم باشن که واقعا هر کی مثلا انگار که دستشویی خودشه. باید حداقل یه فاصله داشته باشیم. چه میدونم این ظرف گربه 1 اینجاست، بعدی نباید اینجا باشه. باید مثلا اگه 5 تا یا 4 تا باید 5 یا 4 جای مختلف باشه که اینا احساس نکنن یکی داره میره تو قلمروشون. یعنی این فضا هم مهمه. تعداد خالی مهم نیست که فقط. یه چیز دیگه هم که خیلی تاثیر داره تو این داستانا اینه که اجتماعی شدنشون خیلی فرق میکنه اگر که تو جایی کمی داشته باشی، چون همین که باید یه سری جاها داشته باشن که بتونن تنها برن توش، نشه مثلا هیچ جایی واسه تنهایی خودش نشه باشه، باید وقت داشته باشن واسه شون باشون بازی کنن و اینا همه باعث میشه که توی اون اجتماعی شدنشون تاثیر داشته باشه که میان پیش ما دیدی بعضی وقتا چقدر حالتهای خشنی از خودشون ایجاد میکنن و در واقع اون فرایند افسردگی شروع میشه که منجر به انسداد ادراری ذهنیشون میشه که چقدر هم در خانواده‌های گربه‌ها تعداد زیاد دارن این شایع. خب بگذاریم بریم سراغ نکته بعدی. آره اینو بگم، این تعداد گربه به علاوه 1 رو گفتم فقط برای ظرف خاک نیست دیگه، هم برای ظرف آبه هم برای ظرف غذا. یعنی اینا هم باید دقت. یه دلیل این که مثلا میرن رو جاهای دیگه هم دستشویی میکنن مثلا همینه دیگه. دقیقاً همینه دیگه. فکر کن شما دستشویی ندارن اصلا بعدش میاد دیگه. فکر کن این دستشویی 4 تا گربه رفته دیگه، اصلا حالش گربه هم که انقدر تمیز. نکته دیگه‌اش اینه که شما حداقل روزانه باید 2 بار ظرف خاک گربه‌تون رو عوض کنید. ظرف خاکش که نه، یعنی باید تمیز کنید، اون ادرار و مدفوعاش رو بریزید بیرون با چنگکش. و مهمتر اینه که حداقل ماهی 1 بار این ظرف‌های پلاستیکی خاک باید کل خاک ریخته شه بیرون، توش تمیز باشه با مایه‌های شوینده مجاز مثلا ریکا یا این شستشوی مخصوص که تو پتچاپشون هست. بعد خاک جدید ریخته بشه. اینم شد ماهی 1 بار و حداقل سال 1 بار باید کلا این ظرف خاک رو بریزید دور، یه ظرف خاک جدید بگیرین، چون اکثرا پلاستیکی هستن و توی این پلاستیکا تمام بوی این 1 سال میمونه. باکتری که هیچ بو هم میمونه و گربه‌ها و با شستن هم نمیره. من همیشه به صاحبین پت میگم نرو یه ظرف خاکی بخر 12 میلیون 15 میلیون که دیگه سر سال بگی من 15 میلیون هزینه‌اش کردم نمیتونم عوض کنم. برو یه پلاستیکی ایرانی بگیر که 6 ماه هم شد خواستی عوض 6 ماه بارم عوض کنی، تو اشکال نداره. 6 ماه بارم دلت نسوزه، 800 تومن 900 تومنه ایرانیاش بگیر، سر 6 ماه سر یه سال بتونی عوض کنی. اینقدر چیز گرون نخر، برای اون صلاحش اینه که بیشتر عوض بشه تا اینکه گرون باشه. پلاستیک مگه چیه که 15 تومن بخوای هزینه‌شو
بدید. پس یه بار سریع بگیم، پس روزانه 2 بار تمیز میکنن مدفوع ادرارشون و ماهی یه بار کل این خاک رو میریزن بیرون، ظرف خاک رو تمیز میکنن، خاک جدید، و سال 1 بار هم 1 ظرف خاک جدید لطف میکنید. و دکتر با رعایت کردن اینا چقدر کسایی که میتونستن یه پتی رو نگه دارن و اونو دادن به یه آدمی دیگه به خاطر اینکه نتونستن. مثلا من زیاد میشنم از کسایی که گربهشون به جای اینکه بره تو ظرف خاکشون ادرار کنه، رو وسایلشون ادرار کرده، رو تختشون، روی بالششون. و این داستان باعث شده که گربهشون رو بدن به کسی دیگه. ولی اگه این چیزا رو رعایت کنن میتونن اون پت دیگه همیشه نگه دارن. دقیقاً هم اون پت خوشحاله هم صاحبش خوشحاله. خب دکتر الینیا بهم بگو که وقتی که گربه میان با دستش ماساژ میدن رو بدن آدم، خیلی هم میگن این کارو میکنه، اینو چی میتونیم تفسیر کنیم؟ آره یه سوال خیلی جالب میگه گربه منو ماساژ میده. قضیهش چیه؟ ببینید کف پنجه گربه ها یه سری غدد هستش که برای نشونه گذاری میتونن ازش استفاده کنن و این جزء غدد به اصطلاح مثبتشونه. یعنی چی؟ یعنی چیزایی رو که دوست دارن این غدد رو فشار میدن تا اون بویی که دوست دارن رو بهشون منتقل کنن. یعنی مثلا صاحبش رو خیلی دوست داره، با این غده های بوی مثبتی روش میذاره که اون بوه رو دوست داره، نشون میده که این جزء املاک منه، جزء متعلقات منه که دوستش دارم. خیلی جالبه. و اگه گربه‌تون باهاتون این کار میکنه یعنی دوستتون داره، اگر نمیکنه صرفا به این معنی است که دوستتون نداره. روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره، شخصیتی دیگه. اینا هر کدومشون یه شخصیتی دارن، یه جوری مثل انسان‌ها عشقشون رو ابراز میکنن. این یکی از راه‌هاست. حالا که داریم راجع به نشونه گذاری میگی، اینا نشونه گذاری سیستم ویژه‌ای دارن. میتونی یکم بیشتر توضیح بدی؟ آره ببین کلا بهتون گفتم این بوی مثبته. خب کلا 2 مدل نشونه گذاری میکنن. نشونه گذاری مثبت برای چیزهایی که دوست دارن، مثل صاحبشون، مثل وسایل خونهشون که دوست دارن، که این غدد مثلا کف دست ها هست که میشه ماساژ دادن، کنار این قسمتشون که اگه دیده باشین خودشون رو مثلا به صاحبشون یا یه مبلی میکشونن، و یکی هم نزدیک دمشون که اگر دیده باشین بعضی وقتا هم پشت دمشون رو میکشن. حتی توی بعضی کتابا نوشته شده اگر دارین خونه رو، خیلی جالبه، خونه رو تمیز میکنین، قسمت هایی که اینا خیلی خودشونو میمالن و خیلی دستمال نکشین. اینا کلی زحمت کشیدن اونجا اون بو مثبت رو ایجاد کردن. هی پاکش نکنین، این دوباره کاری میشه برای گربه‌تون. این واسه ببخشید مثلا این گوشه های مبل خیلی عادت دارن که گوشه های مبل خودشونو بمالن و این داستان باعث میشه که واسه اینا این واسه یه تریتوری واسه اینا تعیین بشه که این قسمت رو بعدا نیان حتی چنگ بکشن، ولی اگر ما پاک کنیم هی اینا میان با چنگ انداختن. آره دیگه یه دوباره کاری میشه یا اصلا اون بوه میره. حتی اینا بوه منفی هم دارن دکتر، یعنی اینکه مثلا مدفوع کردن فقط ادرار نیستش. خیلی از دوستان فکر میکنن گربه جای مختلف خونه ادرار میکنن یعنی اینجا مال منه، ولی جالبه که بدونی حتی مدفوع کردن هم از روش‌های نشونه گذاریشون هستش. یعنی یه گربه میاد تو خونه یهو، مثلا یه گربه 5 ساله تو خونه است، یه گربه جدید وارد خونه میشه، صاحب پت به ما میگه که این گربه از وقتی که این اومده شروع میکنه هی جای مختلف خونه دستشویی میکنه، چه بزرگ چه کوچیک، و دیگه تو خاکش نمیره. این انسداد داره، فلان داره. یکی از دلایلش میتونه همین قلم رو طلبیه باشه. حالا البته دکتر نیان از فردا، یعنی هر کی این کارو کرد بیرون ادرار یا مدفوع کرد بگن این رفتاریه درست نیست، بیان اول دامپزشکی مشکل سیستمیکی، انسدادی، اسهالی، مشکلی نداشته. چیزی که 100% میتونیم آنلاین بگیم اینه که این جمله 100% غلطه. گربه‌ام لج کرده بیرون خاک ادرار کرده. این 100% غلطه. حالا میتونه انسدادی باشه، رفتاری باشه، استرسی باشه، ولی حتما یه چک افسردگی باشه. آره یعنی به هیچ شما فکر نکنین لج کرده یه چیز ساده است. اینا هر موقع دیدین 100% باید برین دامپزشکی. حالا یه کار دیگه هم که می‌کنم همین اسکرچری که شما فرمودین که با اسکرچ کردن هم باز نشونه گذاری یعنی قلمرو خودشون رو تعیین میکنن که ما بهتره واسه این کار یک جاهای مشخصی رو اسکرچر اصلا یک سوالی که از ما همیشه میپرسن این که نمیره رو اسکرچرش یا اسکرچر رو کجا بذاریم، یا اصلا مثلا گذاشتن فلان جا یک جای نامناسبه و نمیره. شما در مورد اینکه اصلا اسکرچر چجوری چی باشه، کجا بذاریم، چی کار کنیم؟ آقا گربه دارم اسکرچرش خریدم چی کار کنم؟ اسکرچر هم یه جور وسیله‌ایه که واسه قلمرو سازی خود گربه استفاده میشه. یعنی میان وقتی که چنگ میزنن هم میخوان عضلاتشون رو باز کنن، خستگیشون رو برطرف کنن. همین که همین که با چنگ زدنشون چون اینا یه بوی تولید میکنن، این داستان باعث میشه که اون قسمت رو واسه خودشون میکنن. یعنی مثلا میرن رو مبلا، جایی که چرمیه، روی
پارچه‌ای که نخیه، یعنی یکی از چیزایی که همه دارن اعتراض میکنن گرفتن یه سری مبلایی که مثلا نخیه، وقتی که اینا رو میکشن نخکش میشه. واسه همین اسکرچرها رو یه جای خاص بذارن این اتفاق کمتر میفته. یعنی یکیشو مثلا یه جایی که خیلی خوبه ورودی یا خروجی خونه، به خاطر قلمرو، به خاطر قلمرو دقیقاً، به خاطر اینکه بوهای جدید میاد، این بوهای جدید رو با این کار میتونیم اونجا بذاریم و این کار برطرف کنیم. آره خدا فکر نکنم 1% هم دم در گذاشته باشن. آره اون به خاطر زیبایی هیچ وقت این کارو نمیکنن. و یه جایی که مثلا محل خواب چون همیشه اگه دقت کرده باشین از خواب پا میشن خودشون رو میکشونن و این داستان باز باعث میشه که اگر یه مبلی بغل محل خواب گربه باشه میرن اونجا. یا اینکه بیان یک سری پوشش هایی هستش که رو مبلا میتونن بزنن، یعنی ببینن بیشترین جایی که داره این کارو میکنه بیان یه پوششی بزنن، اونم به عنوان اسکرچر استفاده کنن. حالا اسکرچر یه سری ویژگی داره که برای خریدش باید اینا رو حواسشون باشه. یکی این که خیلی دوست دارن عمودی باشه، یعنی عمودی و بر افقی بیشتر ترجیح میدن. چون ارتفاع دوست دارن. آره دقیقاً مثل درخت میمونه. البته یه تعداد کمی سلیقه‌شو متفاوته. آره شخصیتی دیگه دقیقاً مثل انسان‌ها همه اینا شخصیت. مثلا همه بستنی دوست دارن. حالا آره این سوالا که هر کی از من میپرسه نمیتونم همیشه دقیق روی یه حیوان بگم که مثلا چون شخصیتی دیگه، یکی یه جور رفتار میکنه یکی یه جور دیگه رفتار میکنه بر اساس چیزهایی که تجربه هایی که داشته یا اصلا شخصیت ذاتی اولیش. و این که بتونه وقتی فشار میده نیفته، یعنی مثلا یه سری اسکرچرها هستش مثلا نازکه و این ممکنه هی با فشار دادنش جابجا بشه. خب این زیاد به درد این کار نمیخوره. و این که بتونه باش بره بالا و پایین، این خیلی آره اتفاقا یکی از چیزایی که تاثیر میذاره اگر حتی اسکرچرتون کوچیکه، حالا خیلی از این بزرگا ندارن دیگه، حداقل اون رو زمین نذارین. یعنی من میبینم که اسکرچر انقدری رو گذاشته اون گوشه میگن چرا نمیره. خب حداقلش اینو بذار روی جایی که این حس کنه، چون اینو در اصل تو طبیعت این کار رو درخت انجام میدن. درخت هم چیه بلنده، چون وقتی یه گوشه میذاری طبیعتا اصلا گربت استقبال نمیکنه. حالا همین خصوصیات رفتاری که شد راجع به این ظرف خاک هم میگم نکته داره. خصوصیت رفتاریه، این که بعضیا دیدین در دارن بعضیا در ندارن، اینم خیلی مهمه. این دیگه چیز ثابتی نیست، شما باید امتحان کنید ببینیم گربتون دوست داره سربسته باشه ظرف خاکش یا سرباز باشه، فرق میکنه. اینم یه نکته دیگه ایه. یا همین خاک کربن دارم که خیلیاتون میگیرین برای بوش، واقعا بعضیا هم بهش حساسیت ندیدین که چقدر میاد، بعضیا ولی خیلی دوست دارن، بعضیا اصلا حساسیت هم ندن، بوی این کربن بهشون میخوره اصلا نمیرن تو ظرف خاکشون. یعنی شما باید علاوه بر سخت‌دار بودن و نبودن انواع خاک‌های مختلف هم امتحان کنید. خب یه چیز جالب دیگه ای که هستش، مثلا من شنیدم میگن گربه ما از بچگیش خشن بوده. یه کاری که میتونن بکنن از بچگی بیان اینا رو ناز کنن با نوازش کردن، با بازی کردن. یعنی دقیقاً برعکس چیزی که بقیه فکر میکنن، میگن گربه هیچ کاری نداره، عین مثلا مثل سگ نیست که باید باش کاری بکنیم و فلان و اله، ولی عین سگ باید انرژیش خالی بشه، باید نوازش بشه و حتی باید به اون باکس یا کریری که نیاز دارن برای جابجاییش به دامپزشکی یا هر جایی باید عادت بدن اونو. یعنی اونجا رو باید یه جای خوب بدونن تا اینکه هر بار واسه دامپزشکی کردنشون تو بردن یه جایی رفته ویزیت شده یا آمپول خورده. خب اینو بد میدونن. حالا اگر ما چیکار کنیم، اینو بگیریم توی فضای خونه، جایی که آشناس براش، یا مثلا ملافه هایی که بوی خودش رو از بچگی میده، چیزهایی که باعث آرامشش میشه، یا بازی کردن. ما این کار تو خونه میتونیم با باکسش بکنیم که به اون حس آرامش بده. اصلا ما برای همین میگیم دارین میایین دامپزشکی با گربه‌هاتون یه وسیله مثلا ملافه لباسی که بهشون میده و دوست دار بذارین تو با یه اسباب بازی که اونجا حس آرامش داشته. و حالا اینو میتونن کم کم زیادش کنن اگر با باکس مشکل داره. یعنی مثلا امروز بکننشون تو تا دم در خونه ببرن. این حس رو میکنه که قرار نیست هر بار که داره با این میره بیرون اتفاق بدی بیفته براش. یا مثلا تو ماشین برای سفرهای کوتاه کم کم ببرن تو کوچه دورش بدن که این انقدر ترس نداشته باشه از واقعا دنیای جالبی دارن ها. یعنی خیلی پیچیده است این حس بویاییشون، قلمروشون، روش‌هاشون، حساسیت‌های خاصشون واقعا منحصر به فرد گربه‌ست که اینقدر رو هر چیزی تاکید دارن. یه چیزشو
عوض میکنی 1000 جاش به هم خیلی میریزه. هم هست اصلا این گربه‌ها رو دیدین میان کلینیک، حالا سگا میترسن یه گوشه میشینن یا ادرار میکنن چیزی، این بنده خدا اصلا به خودشون آسیب میزنن. دیدین بله، که بله. یا پنجه میکشن ناخونشون کنده میشه، اصلا میکوبن ناخونشون تو دست ما میمونه. آویزون میشه، ولی میرن اصلا تو در و دیوار. یعنی خیلی گربه ها بیشتر میترسن و به خودشون آسیب میزنن. خیلی جالبه، خیلی دنیای جالبی دارن، خیلی پیشرفته، تکامل یافته و خاص و منحصر به فرد. خیلی شاید تا ما آدما هم نداریم مثل این پنجه و بو و قلم رو همشو نداریم. آره مگر اداشو بعضی در میارن. خیلی جالبه. توی جلسه بسته نمیشه این پرونده و فکر میکنم که جلسه بیشتری نیاز داشته باشه. جلسه بعدم که میخوایم راجع به سگ صحبت کنیم و اتفاقایی که راجع به سگ میفته و یک کمی اطلاعاتون بیشتر شه. برنامه زیاد داریم. این جلسه در مورد گربه بود، نکات درجه 1. جلسه بعدی در مورد سگه و جلسات مشترک. این جلسه‌مون که آیوی مهمونمون بود، مهمون خاص برنامه آیوی بود. میخوای پاشی آیوی؟ یه خدافظی بی پاشو، یه خدافظی تو هم بکن. سرت نخوره. خیلی خوشحال شدیم که ما رو تماشا کردیم. منتظر قسمت دوم پتمسفر باشین. میبینمتون. مرسی که وقت گذاشتین. حتما جلسه بعدیمون هم دنبال کنیم. سابسکرایبمون یادتون نره. دمتون گرم. خداحافظ. خداحافظ.